رقابت سالم یعنی چی؟ تابستون شده و هوا خیلی گرم شده. نارگیلا و موزی هم یه مدتی میشه با هم دیگه یه بستنی فروشی زدن. یه بستنی فروشی خیلی باحال. همه عاشق بستنی‌های خوشمزه‌شون شدن. یه روز مثل همه روزا که موزی و نارگیلا دارن با هم کار میکنن، موزی اون طرف خیابون رو نگاه میکنه و میبینه یه رقیب تازه نفس اومده. یه آناناس به نام آناناسی. یه بستنی فروشی درست اون طرف خیابون روبروی نارگیلا و موزی افتتاح کرده با قیمتای خیلی پایین و بستنیای عجیب غریب. چند روز بعد که موزی میبینه مشتریاشون کم شده، ناراحت میشه و به نارگیلا رو میکنه و میگه نارگیلا، اگه مشتریامون کم بشه، اگه کسی دیگه پیشمون نیاد چی؟ اما نارگیلا رو به موزی میکنه و با لبخند میگه نه عشقم، این یه فرصت جدیده تا ما خودمون رو پیشرفت بدیم. تمام کاری که باید بکنیم اینه بستنی‌های جدید و خوشمزه تر درست کنیم، قیمت‌ها رو یکم پایین بیاریم، حتی میتونیم سرویس ارسال رایگان هم بذاریم. پس حالا که موزی انگیزه گرفته، با نارگیلا شروع میکنن به تولید یه سری بستنی عجیب و غریب و خیلی خوشمزه تر و جذابتر و خوشرنگتر از قبل. یه مدت که گذشت، هم نارگیلا هم موزی هم آناناسی یه چیزی رو فهمیدن که مشتری‌ها خیلی خوشحال‌تر از قبلن و از هر دوتا مغازه خیلی وقتا خرید میکنن. حالا دیگه آناناسی و نارگیلا خیلی با هم دوست شده بودن، با هم دیگه خلاقیت بیشتری برای تولید بستنی داشتن، خدمات جدیدی ارائه میدادن و مشتری‌ها از همیشه شادتر و خوشحالتر بودن. رقابت اقتصادی سالم یعنی همین، یعنی رقابتی که باعث میشه تغییرات به نفع مشتری باشه، به مرور کیفیت بالاتر بره، قیمت مناسبتر بشه، رضایت مشتری هم همیشه بیشتر میشه.